سلام بیننده عزیز. دوام قریب یک ماه اخیر مشکل تامین برق یکی از موضوعهای داغ در جامعه تاجیکستان است. همه روزه صدها شکایت به رادیوی آزادی و به دیگر رسانه‌ها میرسد که مردم از کمبود برق شکایت میکنند و به گفته آنها شبانه و دوام روز آنها از برق محروم هستند. مشکل اصلی تامین برق در تاجیکستان چیست؟ چرا برق تاجیک با وجود آنکه رسما میگه لیمیت در کشور وجود ندارد نمیتواند مردم را با برق تامین کند؟ برای صحبت بیشتر به میز گرد رادیوی آزادی دعوت شدند فریدون شوینبرکوف، معاون رئیس اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان، سید احسان جلالیان، روزنامه‌نگار تاجیک و همچنین سید محی‌الدین دوست محمدیان، کارشناس تاجیک از اروپا نیز با ما پیوستند. من به مهمانان و به استودیو خوش آمدید میگم و به شما آقای دوستوف شما را خوش آمدید میگم به برنامه. سوال یکم من این است که من میخواستم نخستین سوال رو از آقای سید احسان شروع کنم که آیا همه روزه به شما چندین مراجعات ها میرسن که مردم چی شکایت دارن از نبودن برق؟ واقعا هم مسئله خاموش شدن برق در منطقه ها روزهای آخر زیاد باعث نگرانی مردم شده است و روز نیست که حدود 10 یا 12 نفر به اداره رادیوی امروز تماس نگیرند که برقشان خاموش شدند و در یک روز ساعت‌های خیلی کم برایشان برق داده میشد. به فرض مثال از ساعت 18:30 بیگه تا به ساعت 22 شب برق داده میشد یا سحر از ساعت 5 تا به ساعت 8 که یعنی حدود 6-7 ساعت در یک شبانه روز برق داده می شود. خب من میخواستم اینجا ما یک پاره از صحبت ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک را بشنویم و بعداً به میز گرد خود برگردیم. در جمهوری برقکشی سراسری وجود نداشت. در جمهوری برقکشی در بزینه در هر یک منطقه های علاهیده در ساعت های معین به وقوع می پیوست. این وابسته بود. تکرار میکنم به دوره که در دوره زمستان وقتی که تمام تجهیزات های عظیم انرژتیکی تحت فشار بلند کار میکردند، در این وقت آنها به پروفیلاکس احتیاج پیدا کرده بودند. ببینید مسئولین شرکت برق تاجیک در پاسخ به شکایت‌های زیاد مردم برعکس خود آنها را متهم می‌کنند که پول برق را سری وقت نسپردند و گناهکار اساسی خود مردم هستند. تنها در این شب گذشته که مردم تاجیکستان به برق بودند، شرکت برق تاجیک توانست 200,000 دلار مبلغ به دست بیارد از حساب فروش نیروی برق و خارجی کشور. و همین است که این شرکت و منیجمنت فعلی این شرکت که نه به قانون اساسی تاجیکستان احترام میگذارند، نه به قرارهای حکومت و نه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سببی به استودیوی رادیوی آزادی حاضر نشدنشان نیز همین است که به مردم کشوری خود احترام ندارند. در هر کشور دیگر بعد این دو اظهارات بوالعجبی این سازمان، این شرکت، پروکراتور جنرالی فوراً آنها را با چالش میکشید و آنها مجبور میشدند به مردم پاسخ کنند. الحال در تاجیکستان نیرو برای اقتدارهای استحصالی برای استحصال تقریبا 20-22 میلیارد کیلووات ساعت که در تاجیکستان برای تاجیکستان چیزی هم بیشتر از 17 میلیارد کیلووات ضرور است موجود می باشد و یگان چیز بهانه شده نمیتواند که مردم در این شب و روز بی برق مانند. ولی هدف اساسی این اظهارات نه ستانیدن پول از مردم است، بلکه روی پوش کردن یک سلسله جنایات از جانب منیجمنت این شرکت است. شما در اظهارات خود گفتین که برای آنکه یک نفر اگر قرضدار باشد حتی میتواند که یک محله را از برق خاموش کنید. از شماره قرضداران بسیار شوند ما امکان هست که ما یک محله رو برای نه که یگان وقت حاضره در برق تاجیک یگان واقعه نشده است که برای قرضداری یک نفر مثلا یک محله رو یا یک دهه رو خاموش کرده باشند. مناسبت بین برق تاجیک و استعمال کننده مناسبت حقوقی رجانی بوده و خاراکتر اندیویدوال میبرد، یعنی شخصی، فردی. هر یک فرد برای ویران کردن حقوق خود یا اجرا نکردن عهدهداری خودش جوابگر می باشد
ва қатъ кардани дигар истеъмолкунандагон бо сабаби айби як шахси дигар ин тамоман аз талаботи қонунгузор берун аст. васта ба анмо қарздорие ки гуфтан 1 миллиард сомон гуфтан ки қарздор шудааст аҳолӣ аз ширкати барқи тоҷик. Инҷа як нуктаи дигара зикр кардан нозирҷони ёдгорӣ ки ин дар умум ҳамин тавр аст. Инҷа баъзе иштибоҳҳои худи нозирони ширкати барқи тоҷик дар ҷамъоварии маблағ ҳаст ки чандин нафарам ба идораи мо тамос гирифта буданд ва мушкил дар он буд ки бо ҷадид шудани баъзе аз дастгоҳҳои ҷамъ кардани маблағҳо ҳамон кормандони шояд камтаҷрибаи нозирои ширкати барқи тоҷик сифрҳоро иштибоҳ мезаданд, ба ҷои 100 сомони қарз якбора 1000 сомон мезаданд, як сифр зиёдтар ё ҳамин тавр иштибоҳҳо буд ки он дигар қарз навишта мешуд дар ҳамон варақае ки нишон дода мешуд барои аҳолӣ. ба ин хотир инҷа чанд нафаре рафтанд муроҷиат карданд ба хуб масъулини ширкат ва чанд нафара аз ҳамин рӯйхати қарздорон бардоштанд. вале шумораи хеле зиёд дар ноҳияи муъминобод баъзе минтақаҳои дигар ҳаст ки ино қарздор ҳастанд бо иштибоҳи кормандони ширкат, вале ина қарзи умум мегӯянд ҳамонорам ба инобат гирифтанд, вале ин иштибоҳи худи кормандони ширкат аст. خب حالا من میخواستم نظر ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در اینجا بشنویم که او میگه این قرضداری درست است. این با نظرداشت قرض سالهای پیش است. یعنی که این قرضهای حتی دوره استقلالیت هم نه، از دوره پیش اومدگی که همین اهالی همیشه قرض اون در شرکت برق تاجیک قرضها چی میگن استفاده برندگان برق بر گروه ها تقسیم میشن. حتی یک قسم اینها ممکن قرضهای چی میگن به اعتماد هم باشن. این یک شماره عمومی که اینا را اگر تا از اعتبار ساقط نکنن در حسابات های ما میروند. مطابق کودکس گراجانی جمهوری ترکستان خصوص ماده 221 گفته شده است در آنجا که مهلت عمومی دعوا 3 سال می باشد. یعنی که اگر قرض تا 3 سال ستانده نشد، پس بعد از 3 سال اون هیچگاه ستانده نمی شود، چون که اون اهمیت خود را گم می‌کند. اما آقای دوست شما چی میگید؟ آیا در حقیقت مردم تاجیکستان از برق تاجیک 1 میلیارد سومانی قرض دارند و یا این قرض مورد شبهه قرار دارد؟ من از جمله کارشناسان هستم که مثل اکثریت اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان و حسابات آماری برق تاجیک و به حساباتی که آنها نشر میکنند باور ندارم. دیگر ببینید در حسابات سال 2017 این شرکت آمده که این شرکت بیش از 600 میلیون سومانی یا به حساب سال 2017 حدود 100 میلیون دلار قرضهای بانکی یعنی فایز برای قرضهای بانکی با آریان بانک داده است. ببینید یک شرکتی که در یک سال حدود 2.5 میلیارد سومانی مبلغ جمع می‌آورد و هر روز تقریبا 900,000 دلار پول نقد دارد، چه ضرورت برای گرفتن چنین قرضها از آریان بانک و بعد با آنها تحفه کردن 600 میلیون سومانی وجود دارد؟ یعنی اگر حساب کنید در 2 سال اخیر تقریبا آریان بانک بیش از 1 میلیارد سومانی فایز از برق تاجیک گرفته است. اگر واقعا سخن درباره حفظ منفعت‌های مردم می‌رود، آریان بانک می‌تواند این پول‌ها را با مردم تاجیکستان برگرداند و در یک شبانه روز مردم می‌شوند بی قرض. حالا که ما از علاقه یک اگریگات نیروگاه روغن به کار درآمد و حالا اگریگات دوم دیگر اگریگات‌هاش را به نوبت به کار می‌دارند، به نظر شما با یک شرکتی که حالا برای منیجمنت نادرست گناهکار دانسته می شود، همه سال قرضش زیاد می شود و حالا بیش از 23 میلیارد سومانی است و با چنین شرکت دادن برق نیروگاه روغن که با مبلغ مردم ساخته شد آیا تا کجا درست است؟ مشکل اساسی بر نظامی برقی در نظام تامین اهالی با برق است. اصلا در تاجیکستان امروز بدون نیروگاه روغن اقتدارهای استحصالی برای استحصال حدود 20-21 میلیارد کیلووات ساعت و نیروی برق از آن جمله در همون 80-85 روزی مشکل زمستان موجود می باشد. یعنی برای تامین برق تاجیکستان ساختن یگان نیروگاه علاوه‌ای در حال حاضر ضرور نیست، ولی این برق
و همچنین نظام اداره آب که در گذشته مطمئنم بعضی از مسئولان این شرکت به آب فروشی نیز تا سال 2010-11 مشغول بودند، مشکل در خود اینهاست. بله خب به نظر شما مشکل در منیجمنت برق تاجیک است؟ کوتاه میگفتم مشکل تنها در منیجمنت برق تاجیک و مناسبت حکومت با این گروه فسادکار. تشکر جناب آقای سید احسان. من میخواستم اون بخش سوال دوم از شما بپرسم. با وضع برق تاجیک با چنین وضعی که دارد، آیا درست است که با همین وضع برق نیروگاه راغون هم به آنها داده شود؟ تشکر میکنم. واقعا هم طول چندین ساله که نشست های مطبوعاتی میشد، از اون نشست حسابات هایی که میدین فقط شرکت برق تاجیک ما همیشه میبینیم که قرضدار است. هم اون در نزد حتی شرکت های تابع خودش قرضدار است، حتی در نزد اداره انداز و دیگر نهادها قرضدار هست شرکت برق تاجیک. و این خاطر من فکر میکنم که نیروگاه آبی برقی راغون که از پول مردم ساخته شده برای اداره کردن اون یک کمیسی هم باشد، کمیسی اجتماعی باشد، از جمعیتی باشد که نه تنها خب رهبریت حکومت اون نظارت کنند، اینچنین از جانب جامعه شهروندی هم اون نظارت کرده شود تا اون که خب برق اون چون از جانب مردم ساخته می شود، مردم مشکل نداشته باشند در گرفتن برق و اینچنین مبلغی که از فروش آن به دست آورده می شود مخصوصا برای نیکوهالی صرف کرده شود. آقای فریدون شایبک، من یک سوالم از شما این بود که در چنین وضع آیا که مردم نمیتونن برق گرفتن باید چی باید کرد؟ اصلا رجای تامیناتی برق یا اینکه طرز تامیناتی برق خود نشان دهنده صفت خدمترسانی تامینات برق میباشد. در قانونگذاری جمهوری اسلامی چی گفته است؟ درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان گفته شده است که استعمال کننده حقوق دارد که حقوق با خدمترسانی با صفت دارد. یعنی که اون خدمترسانی که باید استعمال کننده پیشنهاد کرده باشد، اون باید برای گویا که طلباتی که از جانب قانونگذار نسبت به خدمترسانی معین مؤخر کرده شده است جوابگو باشد. یعنی که برق باید چطور بگم، برق باید به یکون محدودیت اتفاق کرده شود. من آخران سوالم خواهش میکنم تمام چند ثانیه پاسخ خود را میدادید. اینکه حالا برق تاجیک گناه رو بیشتر به سر مردم میزند که مردم پول برق رو سری وقت نمیسپرند، مردم باشد از بی برق اذیت میکشند. به نظر شما راه حل مناسب چی است؟ تمام خواهش میکنم چند ثانیه آقای دوستف نخست شما. من فکر میکنم که اگر مردم تاجیکستان همین روز 1000 تلگرام با عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان روان کنم، از صبح روز دیگر آنها با برق تأمین خواهند شد. آقای سید احسان شما. خب باید شرکت برق تاجیک سبب و عامل ها را طرز بگوید که مردم قانع شود. واقعا هم وقتی شرکت برق تاجیک تنها با گفتن کارهای پروفیلاکتیکی دیگر پاسخ نمیگوید، مردم نه به ژورنالیست باور میکنند نه به مقامات و همین طور ژورنالیست هم میشد برای اونا دروغگو و اینچنین مقامات هم میشد. و این خاطر ما خواهش میکنم ما رو هم گناهگار نکنند، چون وقتی ما از نزد خودمون چیزی بگیم بعدا به بالای ما انتقادها و هر گونه حرفای دیگر میشد که از نزد خودشان از حرفا را میگن. و این خاطر وقتی میخواهند که واقعیت ها گفته شود اونا پاسخ بگن که مردم قانع شود، چون ما هم به خاطر قانع شدن مردم این حرفا را میگیم. آقای فریدون شاهینبکوف شما گفتین گفتنی هستم که هر اون سببی که باشد اگر رو شد میگفتن اونش بهتر میشد. البته شفافیت و حساباتی در جمعیت با رشد خیلی بسیار میبیارد. ما همچون اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان کوشش زیاد کرده ایم که تا اینکه مناسبت بین استعمال کنندگان و تامین کنندگان خدمترسانی کانونی از جمله خدمترسانی تامینات برق، انتقال برق بهتر شود و باوری میان آنها برقرار کرده شود. به همه شما روز خوش خواهانم. سپاسگزارم.